سفری به درون. واقعیت معنوی شما را به سفری منحصر به فرد میبرد، سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد، سفری پربار که به شما دانش و برکت خواهد بخشید. واقعیت معنوی برنامه‌ای است در باب مراقبه و تجارب آن. مادامی که این برنامه را تماشا می کنید کاملا راحت و رها باشید. تنها برنامه را نظاره کنید، تنها با آن سیلان پیدا کنید، در آن غوطه ور شوید. سعی نکنید آن را تحلیل کنید، کاملا با آن باشید. اگر فکری به سراغ شما آمد آن را دنبال نکنید. یک نفس عمیق بکشید، تنها با نفستان باشید. این کار فقط به خاطر شماست. ما در عالم هستی تنها ذره‌ای بیش نیستیم. هر یک از ما در زندگی به دنبال آگاهی، سلامت، آرامش، دانش، سعادت، هماهنگی و فراتر از هر چیز خواهان یک زندگی شاد و پربرکت در هر زمان و هر موقعیت هستیم. همه سخت در تلاشند تا به چنین شرایطی دست یابند، اما آیا چنین امری می تواند تحقق یابد؟ آری، ممکن است. و اما این هم تنها با درک انرژی کیهانی و خودشناسی امکان پذیر است. اینک اجازه دهید تا به انرژی کیهانی بپردازیم. انرژی کیهانی در تمام کیهان وجود دارد. این انرژی پیوند میان کهکشان‌ها، سیارات، انسان‌ها و مولکول هاست. انرژی کیهانی فضای بین همه چیز هاست. این انرژی پیوندی است که نظم تمام جهان را برقرار می کند. انرژی کیهانی نیروی حیات است. انرژی کیهانی برای نگهداری نظم حیات ما و همچنین توسعه آگاهی ما ضرورت دارد. انرژی کیهانی اساس تمام حرکات و اعمال ماست. ما مقداری از انرژی کیهانی را در خواب عمیق و نیز در سکوت کامل دریافت می‌کنیم. ما برای انجام فعالیت‌های ذهنیمان همچون دیدن، سخن گفتن، شنیدن، فکر کردن و نیز تمام حرکات بدنیمان از انرژی کیهانی سود می‌جوییم. اما انرژی محدودی که در زمان خواب به دست می‌آید برای چنین فعالیت‌هایی کافی نیست. به این دلیل است که ما احساس بیرمقی، خستگی و کوفتگی می‌کنیم. این امر منجر به استرس جسمانی، ذهنی و تمام انواع بیماری ها می شود. تنها راه مقابله با این امراض دستیابی هرچه بیشتر به انرژی کیهانی است. انرژی کیهانی برای حفظ و نگهداری حیات ما، داشتن بدنی سالم و شاد، مشارکت کامل در تمام موقعیت‌های زندگی، به دست آوردن دانش و نهایتاً توسعه آگاهی ما ضرورت دارد. انرژی وافر کیهانی
تنها از طریق مراقبه به دست می آید. مراقبه. خواب مراقبه ناخودآگاهانه و مراقبه خواب آگاهانه است. ما در خواب میزان محدودی از انرژی را دریافت می کنیم و در مراقبه میزان نامحدودی انرژی به دست می آوریم. این انرژی نیروی جسمانی، ذهنی و عقلانی ما را تقویت می کند و در را به روی حس ششم و فراسوی آن باز می کند. با این انرژی تقویت شده از طریق مراقبه ما راحت و رها، تندرست و شاد خواهیم بود. همین انرژی به ما کمک می کند تا در قلمرو جسمانی به مراحل بالاتری برسیم. مراقبه چیزی نیست مگر سیر آگاهی انسان به سوی شخصیت یا خود واقعی او. در مراقبه ما آگاهانه به سفر می رویم، سفری از جسم به ذهن، از ذهن به هوشیاری، از هوشیاری به خود واقعی و فراسوی آن. اولین مرحله در مراقبه طرز قرار گرفتن درست بدن است. شما می توانید به هر نحوی بنشینید. طرز نشستن باید راحت و با ثبات باشد. می توانیم روی زمین یا صندلی به مراقبه بپردازیم. ما می توانیم در هر کجا که احساس راحتی می کنیم مراقبه را انجام دهیم. راحت بنشینید. به حالت 4 زانو و انگشتان دست را در هم قفل کنید. اینک چشمها را ببندید. تمام مکالمات درونی و یا بیرونی را متوقف نمایید. فقط راحت و رها، کاملا رها، تمام بدنتان را وانهاده کنید. هنگامی که پاها را به صورت 4 زانو درآورده و انگشتان دست خود را در یکدیگر قفل می کنیم، جریان انرژی برقرار می شود و ثبات بیشتری فراهم می سازد. چشمها دریچه های ذهنند، لذا چشمها باید بسته باشند. ذکر گفتن یا هر گونه مکالمه درونی یا بیرونی از فعالیت‌های ذهنی هستند، بنابراین باید متوقف شوند. هنگامی که بدن وانهاده می‌گردد، آگاهی به حوزه بعدی یعنی ذهن و هوشیاری سفر می‌کند و ذهن چیزی نیست مگر دسته‌ای از افکار. همواره افکار متعددی وجود دارند که به سطح ذهن می آیند و هرگاه افکار به ذهن هجوم آورند سوالات بسیاری برایمان پیش می آید، دانسته یا نادانسته. به منظور پیشی گرفتن و عبور از ذهن و هوشیاری شخص باید مشاهده‌گر تنفس خود باشد. مشاهده کردن جزو ماهیت خود واقعی است، لذا فرد باید تنها شاهد تنفس باشد. تنفس را خودآگاه انجام ندهید. به دم و بازدم آگاهانه بپردازید. بگذارید دم و بازدم خود به خود اتفاق بیفتد. فقط نظاره‌گر جریان تنفس عادی خود باشید. این کلید اصلی است. راه این است.
افکار را دنبال نکنید. به کنکاش، سوالات و یا افکار نچسبید. رشته افکار را قطع کنید. به تنفس بازگردید. تنفس عادی خود را مشاهده کنید. با تنفستان همراه باشید. آنگاه تراکم افکارتان کاهش می‌یابد و تدریجاً تنفس کمتر و کوتاه‌تر می‌گردد.